شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالگل خوجا شما رو با اخبار 6 مارت آشنا میکنم. امروز در برنامه در حالی که بریتانیا آموزش زهرالودشویی جاسوسی собиқи روس را شروع کرده است، روسیه میگوید برای کمک به تحقیق قضیه آماده است. آزادی بر عوض میلیون ها سومانی، شرکتی امید 88 برای برگرداندن قرضی وزارت مالیات دارایی‌هایش را به فروش گذاشت. و حسنی که خدا داد نیست، زنان تاجیک به خاطر زیبایی آمادند قالب شکنی کنند و خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی گذارند. عجیب است، ولی زنهای ما جراحی را خیلی دوست می‌دارند. آنها می‌خواهند در یک آن واحد زیبا شوند. روز یکشنبه سرگей скрипал собиқи ҷосуси рус дар британия дар ҳоли беҳушӣ оф шуд. скрипал ки барои хиёнат ба ватан дар русия зиндонӣ шуда буд, баъди табодули ҷосусон дар британия паноҳандагӣ гирифт. ҳоло пулис ҳар гуна эҳтимолияти ин қазия аз ҷумла заҳролудшавиро таҳқиқ дорад. сухангӯи Владимир Путин гуфт ки Москав ҳозир аст бо мақомоти британия дар таҳқиқи ин ҳодиса ҳамкорӣ кунад. идомаи мавзӯъ аз Хиромон Бахозода. собиқ ҷосуси рус Сергей Скрипал ки дар Русия то соли 2010 барои хиёнат ба ватан зиндонӣ шуда буд, ахиран дар ҳолати вазнин ба шифохонаи дар Бритониё интиқол ёфт. мақомоти Бритониё мегӯянд рӯзи душанбе 5 март дар фурӯшгоҳи шаҳри Салисбери як мард ва як зани беҳушро пайдо карданд. دو نفر مرد 66 ساله و زنی 33 ساله در حالت بیهوشی در یکی از خرک‌های فروشگاه منطقه مالتینگ شهر سالیسبری نشسته بودند. پلیس خدمات طبی و سوختار نشانی منطقه را تحت نظارت گرفته رو و آب به آنجا را منع کردند. در تن دو نفر که با هم شناس می باشند زخم تشخیص نشده است. آنها را به شفاخانه سالیسبری انتقال دادند. معالجه آنها شروع شد، اما معلوم نیست آنها از کدام ماده اذیت دیدند. هر دو در اتاق اینتنسیوی در حالت جدی قرار دارند. скрипал زمان در رتبه پالکوونیک اداره مرکزی جاسوسی و یا گرو خدمت کرده است. سال 2006 در روسیه او را برای خیانت به وطن متهم کردند. سال 2010 او چند جاسوس دیگری غربی را با جاسوسان روس در فرودگاه شهری وینا تبدیل کردند. سالهای اخیر حادثه های ناگهان بیمار شده به هلاکت رسیدن شهروندان روسیه در قلمرو بریتانیا کم نیست. این نوبت مقامات بریتانیا خواستند که پیش از به دست گرفتن خلاصه های نهایی تفتیشات از پخش فرضیه و تخمین ها در زمینه سبب های احتمالی این حادثه خودداری کنند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. 3 سال پیش 5 مارت رهبر گروه 24 در ترکیه با ضرب تیر کشته شد. قتل عمرعلی قوتوف سالهای زیادی را در پی داشت، زیرا با ادعای همسرش او قبل از این در یک مهمانی از خوراک زهرآلود گشته بود. خبرنیسا حفیظ و با 6 فرزندش حالا منتظر گرفتن شهروندی یک کشور غربی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از دریافت شهروندی تلاشی به جوابگری کشیدن فرمایشگر کشتار شوهر و قاتل و شریکانش را خواهد کرد. قاتلی که با قتل رسان شوهری مرا او فرار کردگی است. ترکیه شهروند تاجیکستان بودگی است. حتی نامشون هست. 4 نفره که فرار کردگیان طرفی تاجیکستان همون شبه که او مرا به قتل میرسونند. تا حال مقامات ترکیه نام او 4 نفره رسانه‌ای نکردند. حتی همون را نگفتند که فرمایشگر کی است، چه مقدار پول چی داشتگی برای به خط رساندن عمر. این سخنان خانم حفیظ و در حالی است که مقامات ترکیه سلیمان قیوموف شهروند تاجیکستان را با گناه قتل قوتوف به زندان 1 عمری محکوم نمود. شرکتی که مدت 12 ساله در بازار سوخت تاجیکستان با اصطلاح پیشتاز بود، نقطه‌های فروش سوزشواری‌اش را در سراسر کشور به فروش گذاشت. شرکت امید 88 با این وسیله می‌خواهد میلیون‌ها سومانی قرضش را از وزارت مالیه برگرداند. رئیس شرکت رجب علی‌الدین‌ایف از ماه اکتبر سال گذشته با اتهام سرقت پول بودجه در بازداشت قرار دارد. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع ادامه می‌دهد. این یکی از نقطه‌های فروش بنزین امید 88 بود که واقع در کوچه جبار رسول فی پایتخت، ولی حالا آن را سارا آیل خریداری کرده است.
در تمام بنزین فروشه های امید 88 که فعال نیستند برای خریداران یک رقم تلفن مانده‌اند. مسئولان شرکت از شرح قضیه خودداری میکنند، اما یک تاجر گفت بزرگترین نقطه فروش سوزشواری امید 88 در دوشنبه را 13 میلیون سامانه نرخ گذاشتند. قبلا مقامات آژانسی مبارزه با فساد گفتند که به نزدیکان رهبر شرکت امید 88 اجازه دادند که مالکیت شرکتش را فروشند و قرض دولت را برگردانند. مقامات اگنتی منفیت‌دار است که مبلغ ضرر پورا برقرار کرده شود. برای برقراری این مبلغ نیز زیاده از 69 اموال‌هایی که ازداد در فروش گذاشته شده است با نماینده‌های طرف رهبریت امید 88 ما امکان دادیم که هر لحظه که مراجعت کند کارمندان اگنتی با آنها در تماس هستند. یگان ممانعت نیست. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده مواد سوزشواری در بازارهای تاجیکستان بود. بعد انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان که گفت شرکت قرض وزارت مالیه را بر نگردانده است، رجب علی آدینایف رئیس شرکت را دستگیر کردند، اما میگویند به پرونده او مهر مخفی زدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ساکنان دهه در نویه وسیع ولایت خطلون از مقامات طلب کردند که مسجد سابق را در اختیار آنها گذارند. مردم میگویند این بنا را میخواهند وفق خواست خود استفاده برند. مسجد بحثی آخر سالهای 90 با سرمایه ساکنان دو دهه ساخته شده در 60 سوتق زمین جایگیر است. که مرسیتا با تفصیلات بیشتر. همه ما طلب داریم که جای مساعده استراحتی جای یک هم گپزنی کنیم بشینیم تا وقتی که ما دو راه داریم. یکم همه یک جمعه دیدم گپ کنیم دیگه ما هم تای کمر مردیم همونجا بریم. حفیظ عبیدوی 85 ساله از مقامات میخواهد گوشه از مسجد سابقشان را در اختیار پیرمردان دهه گذارند. مسجد دهه آسمان بیکر را سال 2017 هم غیر قانونی اعلان کرده بستند و امسال به بنگاه طبی تبدیل دادند. من یک هفته شد می‌جوادم بنگاه طبی گفتم اونجا نیست، دوباره در اونجا موندم. خیلی ما خواهش داریم که همین بنگاه طبی را همه خلقی یک جو بس یک زمین مونبتن ما بگیریم سر نو خلق چون مبلغ هم کنم بسازیمش. یا باید جای مستفیده و جای استراحت جای یک جنازه و یک مرگ مردهشون با می‌دن پیش برم. سندهای ناکامل سبب بستن مسجد دهه شده است. جوانانش میگویند بد نیست اگر یک گوشه مسجد کلان را به آنها بدهند. ما شخصا راضیم که یک جای کشه برای ما مسجد آماده کنه که ما جای ورزش کنیم، یک جای مشقی برای خلق. مقامات گفتند که درخواست‌های اهالی آسمان بیکر را به انابت میگیرند، ولی بعد این سکوت کردند. سال 2017 هم مثل مسجد آسمان بیکر در تاجیکستان صدها مسجد را بستند و یا به مؤسسه های اجتماعی تبدیل دادند. یکی را به شکریه شریف و زنی کم بضاعت از شهر کولاب دادند که آن هم مسئله جنجالی شد. همه این قید دوام میکنن، هر کلمه دا بیستو بچه مرا تو قمیدن دور میبریم جگه میشه جا مرا جایی که نه حکومت دلار بینن نه خرد دعوا کنن نه خدمون بچم یا جایی که اینجا که نه باوزه خود بشه. برنامه را ادامه می‌دهیم. با وجود قالب‌های شخص شده در جامعه تاجیکستان تا رفت شماره زیادی زنان تاجیک برای زیبا شدن خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی می‌گذارند. هرچند اکثر آنها اقرار می‌شوند که استفاده از چنین خدمات را پنهان می‌دارند زیرا از برخورد بدی جامعه و پیوندان می‌هراسند. گزارش همکارانمان از نسته شیوری را در همین باره تماشا می‌کنیم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 3000 جراحی پلاستیکی انجام شده است. اما آمار عملهای زیبایی بدون جراحی را کسی حتی حساب نکرده است. نانمایان کردن آژنگ‌ها، افزایش حجم سینه، رینوپلاستیکا یا تحریر شکل بینی و قفس کردن لب‌ها از نامگوی معمولی عملیات پلاستیکی در تاجیکستان است. من خودم دکتر هستم و فکر میکنم نانمایان کردن آژنگ طلبگارانی زیاد دارد. مثلا خودی من از این راه میخواهم تا 10 سال جوانتر شوم، چون فهمیدم که در دوشنبه این گونه خدمات پیشنهاد می شود، از آن استفاده میکنم. نانمایان کردن و یا تازه کردن این آژنگ‌ها با استفاده از گل‌های مخصوص و بوتکس یا خود کیسلات گیالورون انجام می شود.
در قیاس با دیگر کشورهای همسود در تاجیکستان جراحی پلاستیکی ارزانتر است و اکثرا از 200 تا 400 دلار را تشکیل می‌دهد. من میدونم به زنهای ما دیگر کردن ظاهر پسند است، ولی ما تلاش میکنیم بدون جراحی یعنی طریق رینا پلاستیکا نقصانها در ظاهری آنها را برطرف کنیم. عجیب است ولی زنهای ما جراحی را خیلی دوست می‌دارند. آنها میخواهند در یک آن واحد زیبا شوند. با توجه به سنتی بودن جامعه تاجیکستان اغلب مردان با راه جراحی پلاستیکی دیگر کردن ظاهر مخالفند. نظری من نمیزه باید دخترای تاجیک بیامون فصل کنیم خچو همیتش من بچه تاجیکم خیلی دختر بینیم قشنگ نمیزنم با همه زیبایی خودشونه چی گیم تو قرات کاسدنده طبعا فکر من انتخابی هر یک آدم است. اگر خوان همو کدن میگیرن، اگر نخوان از وی وابسته. این حالم بسیاری دخترای هستند که زیبایی که الله با آنها نصیب گرداندگی‌اند از اون شکرگی کرده رفته خودشون خیر جراحی می‌گذارند. ولی پزشکان و کسمتولوگ ها میگویند مناسبت جامعه با جراحی پلاستیکی تدریجاً دیگر میشود. در 10 ساله اخیر شماره آنهایی که کمبودی ها در ظاهر را با جراحی از بین بردند به مراتب افزایش یافت. مردها تماما دیگر شدند. آنها برعکس همسر و خواهر و نزدیکانشان را به نزد ما میآورند تا زیباتر شوند. آنهایی که از خدمات جراحی پلاستیکی استفاده میکنند میگویند از این راه اعتماد به نفس خود را بالا میبرند. و یک گزارش دیگر اجتماعی با اینکه در عصر 21 موضوع ازدواج‌ها در بین ساکنان یک محل نباید داغ باشد، همانا برای بسیاری ها در تاجیکستان برابر با شورش در داخل یک عائله است. جوانها میخواهند در مسئله انتخاب همسر آزاد و پایبند خواست والدان و ریشه های خود نباشند. شاید همین است که تجربه شکل گرفته ازدواج‌ها بر اساس هم محل و هم شهر بودن عروس و داماد به آهستگی از بین می رود. مومن احمدی گزارش می‌دهد. یک دست از پامیر، یک دست از کلاب. هما و نفیسه 4 سال پیش ازدواج کردند. یکی اسماعیلی است، دیگری سنی مذهب، ولی یک جای عبادت میکنند. ما به یک خدا سجده میکنیم. ما الله میگوییم. یک پیامبر محمد صلی الله علیه آله و سلم را داریم. در بانک در جای کارشان به هم عاشق شدند. ایراد اطرافیان درباره محل و مذهب را نادیده گرفتند. مهمتر از همه ما یکدیگر را دستگیری میکنیم. با وجود فرقیت ها همدیگر را دوست میداریم، هدف مشترک داریم و برای آن کوشش میکنیم. به هر چیزی که درباره ما گفتند، میگویند و خواهند گفت اهمیت نمیدهیم. هما و نفیسه از آن جوانانی هستند که تمایل رایج ازدواج با نظرداشت محل و منطقه در تاجیکستان را صرف نظر کردند. تعداد چنین جفتها زیاد شده است. محلگرایی گم شده ایستاده است، یعنی که آدمان دیگر این همشهری خودم گفته با همان کس تنها با همان همشهریان خود مثلا خوجند را گیریم یا اینکه شهر دوشنبه یا اینکه کلوب یا اینکه خاروخ تنها با همشهریای خودشان ازدواج نمیکنند، بلکه از دیگر شهرها نیز همسری حیاتی خود را انتخاب میکنند. عامل افزایش چنین نکاح‌ها را زیاد شدن تعداد دانشجویان مناطق گوناگون در دوشنبه و تغییر تفکر جوانان می‌دانند. برای این جوان محل معیار ازدواج نیست. رگیون با دخشان اگر خشرو باشه اگر که پامیری نباشد میگیریم. پامیری نباشد اگر معقول شود میگیریم. گلنوره بگنظر و جامعه شناس تاجیک میگوید آمار درباره ازدواج میان نمایندگان محل‌های گوناگون وجود ندارد، ولی اگر چنین تمایل باشد پس به عقیده او یک مرد شکنی است که برای تقویت صلح در تاجیکستان مساعدت میکند. زندگی یک جایه ملت و اقلیت‌های گوناگون خوب است. در عصرهای میانه شاهان مشکلات خود را با چنین ازدواج‌ها حل می‌کردند.
тадриҷан дуввум дараҷа шудани масъалаи аҳамияти маҳал дар интихоби ҳамсар зоҳиран метавонад ба баҳсҳои тӯлонӣ ки дар ҷомеаи тоҷик вуҷуд дошт нуқта гузорад ва воқеан ҳам ҷое ки муҳаббат аст макони таваллуд аҳамият надорад. бо таманное ки зиндагии ҳар яки шумо низ саршор аз муҳаббат бошад, барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. баъд аз 24 соат дигар шуморо дар ҳамин студия мунтазирем. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.